سلام به همه. من اومدم با یه ویدیو دیگه. توی این ویدیو میخوام بگم که اگه بخواین از نقطه A برید نقطه B ولی پرت شدین از ترکتون اون طرف یا این طرف، چجوری برگردین به ترک؟ اصلا اینکه پرت شدین یعنی که یه بادی بهتون از پایین بزنه یا از بالا بزنه و زاویه‌تون تغییر کرده باشه، چطوری برگردین به پرواز؟ یه دونه فرمول داره که میگن 1 in 60 که یکی از قوانین پروازه که بهتون نشون میدم که چجوری میشه پیداش کرد. حالا این که بهش میگن 1 توی 60، فارسیش نمیدونم چجوری میشه، یعنی که مثلا 1 درجه تو آف کورس داشته باشی و 60 ناتیکال مایل رفته باشی، یعنی که 1 ناتیکال مایل از اون ترکی که باید بری فاصله گرفتی. فقط همین بهش میگن که 1 توی 60 1 in 60. حالا برای اینکه به دست بیاریم که چجوری کرکت کنیم زاویه‌مون رو، به چند تا اطلاعات احتیاج داریم، مثل اوپنینگ انگل و کلوزینگ انگل که بهتون میگم چجوری حساب میشه. اوپنینگ انگل همونطور که توی تصویر میبینید زاویه‌ای هستش که از نقطه‌ای که شروع کردیم و اونجایی که هستیم نسبت به اون ترکی که میخواستیم بریم رو میگیم اوپنینگ انگل، که برای پیدا کردنش میتونیم فاصله خودمون نسبت به اون ترکی که قرار بود بریم رو برداریم و فاصله باز دوباره خودمون و نسبت به نقطه A که میخواستیم پرواز بکنیم هم در بیاریم، تقسیم بر هم کنیم، ضرب در 60 کنیم و این زاویه‌مون رو بهمون میده که به اصطلاح بهش میگن که اوپنینگ انگل، زاویه باز شده. این رو پس به دست میاریم. دقیقاً کلوزینگ انگل هم همینجوری حساب میشه. اون فاصله خودمون، فاصله هواپیما تا مقصد رو که خب میدونیم از اینجا تا مقصد چقدر راه مونده اون رو، و فاصله‌ای که خودمون نسبت به ترکی که میخواستیم بریم ولی ازش افتادیم بیرون رو هم داریم. این فاصله‌ای که از ترک افتادیم بیرون رو تقسیم بر فاصله‌ای که باقی مونده تا به مقصد برسیم ضرب در 60 می‌کنیم تا زاویه کلوزینگ انگل هم به دست بیاریم. بیاییم با هم یه مثال بزنیم که راحت‌تر اینو من براتون توضیح داده باشم. فکر کنید که من از این نقطه میخوام برم به این نقطه، ولی خب یه بادی اومده به من زده و من پرت شدم از ترکی که میخواستم برم، پرت شدم به سمت شمال، به سمت بالا. فاصله خودم با اون ترکی که میخواستم برم رو فکر کنید مثلا 6 ناتیکال مایله. جایی که هستم نسبت به مبدأ 18 ناتیکال مایله، پس میایم 6 رو تقسیم بر 18 میکنیم، ضرب در 60 میکنیم و عدد 20 رو بهمون میده. دقیقاً با همین اعدادی که داریم میتونیم کلوزینگ انگل هم به دست بیاریم که خب اگه تا الان 18 ناتیکال مایل اومدم، ریمینینگ هم 33 ناتیکال مایل میشه، چون کلش 51 ناتیکال مایل بود و خب فاصله هم نسبت به ترک همچنان 6 ناتیکال مایل که 6 تقسیم بر 33 ضرب در 60 میشه 11. پس من یه زاویه 20 درجه و یه زاویه 11 درجه رو دارم. برای اینکه بدونیم چه شکلی برگردیم به ترک 3 تا روش وجود داره که من اول با روش آخر شروع میکنم که مربوط میشه به اوپنینگ و کلوزینگ انگل که الان بهتون توضیح دادم. تصور کنید که من از این نقطه میخوام برم به این نقطه. خب حساب همونطور که قبلا بهتون توضیح دادم، اوپنینگ انگلمون رو حساب میکنیم، کلوزینگ انگلمون هم حساب میکنیم. اولی رو مثلا به اون 8 داده، دومی رو 6 داده، با هم دیگه جمع میکنیم و عدد 14 رو به دست میاریم. زاویه‌ای که می‌خواستیم بریم، زاویه اولیه‌ای که می‌خواستیم بریم 70 بود، هدینگمون 70 درجه بود. ما میایم پس این 14 رو منهای 70 می‌کنیم که بهمون عدد 56 رو میده و کرکت می‌کنیم زاویه‌مون رو، زاویه هدینگ هواپیما که قبلا روی 70 بود، هدینگ هواپیما رو به سمت 56 میبریم تا بتونیم برگردیم به ترک، یعنی به مقصدمون برسیم. اگه ترک 56 رو بگیریم به مقصدمون میرسیم. این یه روش بود که بهتون نشون میده که چجوری به مقصد برسین. 2 تا روش دیگه هم وجود داره که الان بهتون توضیح میدم. روش بعدی روش ویژوال هستش. ما میایم مثلا یه 10 درجه از این ور و اون ور مبدا و مقصدمون میکشیم و خب خودمون رو نسبت به ترک اصلیمون بررسی میکنیم، میبینیم حدوداً 8 درجه است. اگه این خط 10 درجه باشه ما حدوداً روی 8 درجه هستیم. میتونیم هم حساب کنیم، ما میتونیم بگیم که بلدین دیگه اوپنینگ انگل رو یاد گرفتیم.
میتونم حساب کنیم که مثلا فاصله‌مون با ترک چقدر فاصله‌مون با مبدا بوده و این 8 درجه رو به دست بیاریم. بعد از اینکه این 8 درجه رو به دست آوردیم، ما نوک هواپیما رو به سمت ترک میبریم و میریم که به ترک برسیم. بعد دوباره برمیگردیم به زاویه 70 درجه. در واقع اگه برگردیم به زاویه هدینگ اولیه‌مون، چون باد از بالا زده و ما پرت شدیم از ترک اون پایین تر 8 درجه، اگه دوباره ما زاویه 70 درجه رو بگیریم، دوباره پس میریم پایین. بهتر، چون 8 درجه رو به دست آوردیم، بهتره که منهای 8 کنیم هدینگمون رو تا کرکشن داشته باشیم و بقیه پرواز رو روی ترک انجام بدیم. پس این حالت ویژوال هستش که سریع‌تره. 2 تا خط فرضی 10 درجه میکشین و به ترک برمیگردین مستقیم و این زاویه اوپنینگ انگل رو که به دست آورده بودین منهای هدینگتون میکنید تا بتونید روی ترکتون قرار بگیرید. روش سوم که روش آخرم هستش، دابل ترک هستش. یعنی ما اون زاویه 8 درجه رو که به دست آوردیم که اوپنینگ انگلمون بودش، میایم میبینیم که از مبدأمون تا اونجایی که فهمیدیم از ترکمون افتادیم بیرون چقدر طول کشیده، مثلا 12 دقیقه طول کشیده و میدونیم هم که تو 8 درجه هستیم. به جای اینکه برگردیم به ترک، میایم 8 رو ضرب در 2 میکنیم، میشه 16 و میگیم که خب اگه من 12 دقیقه 8 درجه افتادم بیرون، پس 12 دقیقه دیگه اگه زاویه‌مو منهای 16 کنم برمیگردم به ترک و اگه زاویه این هدینگمون در حالت اولی 70 درجه بود، منهای 16 میکنیم که میشه 54 درجه و اینجوری دقیقا همون 12 دقیقه اول که گذشته 12 دقیقه دیگه هم پرواز میکنیم. بعد از 12 دقیقه برمیگردیم به ترک. توی این روش باید دقت کنید که ما بیشتر از نصف ترک رو نیومده باشیم، چون اگه بیشتر از نصف ترک اومده باشیم از مقصد میزنیم بیرون. این هم روشیه که میتونید استفاده کنید. این 3 تا روش بود. بنابراین اگه باد که همیشه توی آسمون خیلی نکته مهمی هست، شما رو به سمت بالا و پایین و چپ و راست و این ور و ور برد، همیشه ترک رو دقت کنید که شما الان کجا هستین، موقعیتتون نسبت به ترک اولیه که می‌خواستین پرواز کنید، اون پوینتایی که توی پرواز گذاشتین رو نگاه کنید، ببینید که آیا رسیدین به اینجا یا رسیدین به اینجا و اگه فاصله داشتین با این قانون 1 in 60 یا 1 توی 60 کرکت کنید و برگردین به ترکتون و از پروازتون لذت ببرید و گم نشین.